آقا صدای شرق شرق سیلی جوونای کرد به بناگوش علیگدا اون چنان فضایی رو پر کرده که خامنه مجبور شد یه عمامه‌ای به چرخونه و یه بازی مسخره‌ای رو راه بندازه. تیبیریش با دستپاچگی تمام یه خبری رو سرهمبندی کرد و گفت که اولین کنگره ملی شهدای پیشمرگان کرد مسلمان صبح امروز با پخش بیانات مقام معظم رهبری که 14 اردیبهشت ماه در دیدار با ستاد بزرگ داشته این کنگره ایراد کرده بودند آغاز شد. مثلا میخواد بگه یه وقت فکر نکنید این روزهای علیگدا تو واکنش به قیام مردم کردستان ها. نه این مال قبل این داستان ها بوده. باشه بابا، اصلا گیریم که مال قبل این داستان ها بوده. با قیافه چکش خوردت هم کاری نداریم، میگیم ولی فقیه همیشه اینجوریه. اما حالا بنال ببینیم دردت چیه. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با اشاره به این واقعیت که دشمن آرام نمی نشیند و تا جایی که بتواند با استفاده از ابزارهای فراوان که در اختیار دارد دشمنی خواهد کرد خاطر نشان کردند البته در ایران دشمن از تحریکات قومیتی در مورد کردها نمی تواند استفاده کند. آها، پس از این بیسیزی که چرا دشمنت آروم نمی نشینه. این همه سال زدی، کشتی، گرفتی، بردی، بازم دشمنت آروم نمیشینه و میگه فوتینا. بله پس چی؟ اگه دشمنت آروم مینشست که بارتو بسته بودی، چون دشمنت آروم نمیشینه هر روز یه شعله‌ای از یه جای ایران بلنده و سر و ریشتو کز میده. جوانای ما از جاهای مختلف رفتن کردستان، اما اگر مردم کرد دلشون با انقلاب نبود بازم میتونستن اینا کار بکنن؟ معلومه که نه. اگر 10 برابر اون مقداری که ما نیرو فرستادیم کردستان میرفتن کردستان اما مردم کرد دلشون با اینا نبود، نمیتونستن کار بکنن. آره خیلی تونستن. اگه وقت کردی یه نگاهی به هتل سوخته مهاباد و شعارهای جوانای کرد بنداز تا بفهمی بسیجی های وارفتت چقدر تونستن کار کنن. میخواستن کار کنن اما هموطنای کرد ما نذاشتن. بلایی به سرشون آوردن که بعد 36 سال هنوز که هنوزه 4 ستون ناقص تو و باقی عمل و حکرت داره مثل بید میلرزه. آره. این مسئله شیعه و سنی مسئله مهمی است. اونها روی مسئله شیعه و سنی تکیه کردند، سعی کردند از هر دو طرف تعصب‌ها رو برانگیخته کنند. یعنی آتش تعصب رو هم در طرف شیعه هم در طرف سنی برانگیخته کنند. یه عده‌ای هم خب از روی غفلت اسیر این چیزها، بازیچه دست این چیزها همیشه میشن. انسانهای دلسوز و علاقه‌مند باید حواسشون خیلی جمع باشه که اسیر این معانی نشن. خوشم میاد این علیگدا رو از هر جا که بندازی 4 چنگولی میفته تو ترس از قیام. هر بارم یه سوسی به این وحشتش میزنه. یه بار میگه تهاجم فرهنگی، یه بار میگه اختلافات قومی، این دفعه هم سوزنش گیر کرده رو شیعه و سنی. بابا تموم شد دوره این دو دوز بازی ها. اصل مطلب همون خطریه که علیگدا خوب اونو پو کشیده. خطر انفجاره، انفجار باروت. جوونا فتیله ها رو روشن کردن، دم همشون گرم. موشکار